هر کسی که به ادای نماز به اهمیتی میکند گوش کند. سوگند به الله روز میرسد که تو را بر کتف برداشته برده دفن میکنند و هر چیزی که تو حالا میبینی نیست خواهد شد. پس با دقت گوش کن، الله از تو راضی باشد. کسی که نماز نمیخواند با فرعون، هامان، قارون و ابی ابن خلف احیا خواهد شد. این 4 نفر کیستند؟ فرعون را از اسلام قوت و قدرت و مقام بلند غافل کرد. هامان برای موقع و وظیفه نماز را ترک کرد تا با پیشرویش خلل نرسانند. قارون را باشد ثروتش پریشان کرد و ابی باشد، آیا میدانید که چی او را پریشان کرد؟ ابی این همان یگانه شخص است که خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به قتل رسانده است. بدترین آدم آن کسی است که او را پیامبر کشته است یا آن که پیامبر را کشته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از تمام انسانیت کسی را نکشته است بجز این. و عاقبت بد این است که کسی نماز نمیخواند همراه این 4 نفر زنده می شود. از برای الله به من بگو، آیا میخواهی که همراه این 4 نفر زنده شوی؟